سلام و عرض ادب، روزتون بخیر. قابل توجه مشتریان محترمی که سیستم کولر و بخاریشون به صورت سیستم اتوماتیک هست. گاهی وقتا پیش میاد که میبینید که روی صفحه مانیتورش کلمه، همونطوری که میبینید، ببینید حسن آقا دوربینو بیار نزدیک، کلمه اتو به صورت چشمک زن شروع میکنه به چشمک زدن. وقتی این چشمک زن شد معنیش اینه که شما توی سیستم کولرتون یه ایرادی دارید. برای اینکه بفهمید که ایراد چی هست، یه روش ساده‌ای وجود داره. البته یه خورده باید دقت بکنید که خودتون یاد بگیرید، چون این سیستم با دیاگ و اینا ارزیابی نمیشه. اینا خودشون یه سیستم خود ارزیاب دارن. حالا روش ارزیابیش چجوری هستش؟ من خدمتتون عرض میکنم. اول اینو خاموش میکنیم، ماشین خاموش. توجه فرمودین. انگشتتون رو روی دکمه آف و AC به این شکل نگه می‌دارید و با این دست سوئیچ رو باز میکنید. این صفحه نمایشگر به این شکل ظاهر میشه و خودش